دستکاریه و پاس آخر توسط کی زده میشه آقای اسفندیار سلنشور. آقا این چیز چرا اتصال داشته اینجوری هست؟ اتصال بگید بزرگش بکنن، نیم هلالش به اندازه کل به خود لوله باشه، سرتش هم شلنگ ببندن یا تصمیم ببندن. این یه جرقه بزنه اینجا سنگ بزنی 1 2 6 داممیل بری زیر ساب بیس بری. الان اینو میگیرم که بگم که به شما گفتم توجه کنید، این قابل قبول نیستش. این از لحاظ ایمنی و از لحاظ کاری مشکل داره. این تغییر اتصال به آقای کوچیکی بگو عوضش کنه. این هلالش برای 16 اینچ باید سوا باشه، برای 24 اینچ آقا خسته نباشی. درود برای من. ماشاءالله ماشاءالله. جوش با آدم وقتی میگه حرف میزنه نگاه کن، آدم هیچ ایرادی نمیتونه پیدا کنه، هیچ ایرادی. یعنی انگار بافتی لامصب. ماشاءالله ماشاءالله. جای استوب استارتر هم نمیشه اصلا پیدا که کجا استوب کرده. واقعا خیلی سخته. آقا شما هر الکترودی که آب میکنی توی زندگیت آقای سلحشور به چی فکر میکنی؟ تو این گرمای 50 درجه کار میکنی؟ آینده. چه آینده ای؟ من میگم تو الکترود آب میکنی به الکترود توجه نمیکنی، به بدهکاری‌ها فکر میکنی، به اجاره خونه فکر میکنی، به بچه‌هات فکر میکنی. آره وقتی پول ندن اینا هم میاد تو ذهن. الان از کی پول نگرفتی؟ الان تازه اومدیم سر کار. نه. شما عید که طلبکار بودید برج چند گرفته بودین؟ برج در رو. یعنی تو عید برج 11 برج در به شما ندادن، بی پول موندید. خب از کجا چیز کردین؟ به اصطلاح امرار معاش کردین فلان اینا. آقا اون در آون ببر بزرگوار. این در آون این الکترود H4 هستش. اگه درصد هیدروژن توی این از 4 میلی گرم H4 یعنی چی؟ ای 718 وان H4 یعنی چی؟ یعنی اینکه اگه تو 100 میلی گرم فلز جوش درست درصد هیدروژن از 4 میل بشه 5 میل، شما باید انتظار ترک تأخیر داشته باشه. ایشون این جوش میزنه درست، رادیوگرافی هم میشه، بهش میگن دیلی کرک، ترک تأخیری. 6 ماه دیگه من خوش بالا میاد. آقا دستون در نکنه، متشکرم. این جوش هم واقعا میگن النگو زدی مندس، النگو. آقا حفظی جونیا اصلا برقاگون کار نیستن، فقط 60 کار میکنن. حفظ جونیا اومد اینجا خیلی تلاش کرد، ایزی ها کلا تخصصشون برقاگونه. من از سیری میشناسمشون خیلی ها رو. طایفه مالمولی. انشالله موفق باشید، دستون در نکنه. این جوش هم باحال هستش، اینم باید دیگه کاراشو انجام بدن. این مشخصاتش که اومد اینجا بگو اینجا بنویسن، نکن نزدیک جوش بنویسن، هم گرما خراب میکنه، هم این بنده خدا میرن کاسبراس بکشن. بیا یعنیش هم خیس. اون پشتم آقایون وایسادن بخور بار میزنن میبرن میدن حزب الله و فلان اینا. یا علی خدا نگهدارت، مرگ بر آمریکا. خسته نباشید. این هلال بگو درست کن، دست در نکن.